امروز ماهی پروری سایه رشدکننده سمت کشاورزی به حساب رفته در مقیاس ولایت متخصصان به نتیجه نظررس رسیدند. با در نظر داشت اقلیم در خارج اصولهای اینواسیونی پرورش ماهی به رسمیت درآمده، علالخصوص استفاده ذهنی صنعی امکان فراهم می‌آورد که از یک حوض ماهی پروری حاصل نظررس به دست آید. مشورت کاری مدیر کلی شرکت ژانگشنگ جمهوری مردمی چین که اساساً با پرورش نوهای ماهی و استحصال کننده تجهیزات برای حوضهای ماهی پروری مشغول است، با معرفی فعالیتش در این کشور و خارج آن دایر گردید. گفته شد که شرکت مذکور در استحصال ماهی در جهان یکی از بانفوذترین به حساب می رود. آن با 50 دولت دنیا همکاری را به راه مانده از اصولهای اینواسیونی پرورش به طور وسیع استفاده می برد. در طول 6 ماه ماهیچه‌های معده به حوضها انداخته در نتیجه رعایت طلبات پرورشی اگریتکنیکی هر یک سر ماهی از 1 تا 2 کیلوگرم وزن میگیرد. محصولات طبق طلبات معیارهای جهانی آماده کرده شده نه تنها برای طلبات اهالی این کشور روانه، بلکه صادرات محصولات یکی از درآمدهای اساسی به شمار می رود. در جریان مشورت کاری خدمترسانی‌های شرکت بابت همکاری‌ها در این سمت، تامینات با تجهیزات لازمه و دیگر اصولهای پرورش، افزون نمودن سرشمار و امثال آن میان اشتراکداران تبادل نظر کرده شد. قید گردید که در حالی برای ماندن همکاری‌ها شرکت آماده است تجهیزات لازمه را دسترس کارکرد مواد غذایی را برای ماند. این سمت فعالیت نه تنها اندوختن تجربه پیشرفته بلکه استفاده ثمره‌ناک ساحه می باشد. مسئولات خوراکواری و مبلغ‌گذاری که هست ما با دیگر دولت‌های هم همکاری داریم که من از اون که در تاجیکستان یکم بار هستم این مسئله رو البته دیده میبرم و راه‌هایی که خوراکواری که مبلغ‌گذاری البته حل خدا میگوید. همایش ثابت نمود که خواجگیداران ماهی پروری ولایت نیز برای پیشرفت ساحه تجربه غنی داشته بهره به دست آوردن محصولات نیازی روزگار چهارراهی عملی راه اندازی می‌نمایند. در این عمل جاری نمودن تجربه پیشرفته بهره تامین نمودن بازار داخلی با محصولات بحری زمینی واقعی می‌گذارد، زیرا سال تا سال طلبات به این محصولات بیشتر می‌گردد. استعمال گوشت ماهی برای ارگانیسم انسان مهم دانسته شده، متخصصان بر آن باورند که آن مخصوصا برای عضو بصیره و مغز سر فایده‌آور باشد. همکاری با این مملکت چین که درس‌های ماهی پروری در این دنیا یکی از پیشرفته می باشد، همکاری خود را زیاد کنیم برای آنکه تجهیزات‌هایی که امروز برای پرورش ماهی پروری لازم است اینها دارا هستند. در اینجا یک پرزنتاسی که اینها کردن قریب که همه تجهیزات برای آینده پیشرفت پرورش ماهی خاص می باشد. در ولایت 38 عدد حوضهای ماهی پروری ارزی وجود دارد که برای تامین مردم با محصولات بحری از جمله ماهی فعالیتشان را روانه نمودند. در 8 ماه سال روان در ولایت 525 تن ماهی استحصال کرده شده است که این رقم نسبت به سال رفته 43.7 تن زیاد است. برای ماندن اصولهای اینواسیونی ساحه بحری باز هم نائل شدن به نتیجه دلخواه امکانیت می‌دهد که استحصالات رواج یابد.